بچه‌ها جونم، امروز با من بیایید بریم تمرین تئاتر. لایک کنید، سابسکرایب کنید و حمایت کنید. این عکسایی که می‌بینید ما توی پلاتو تمرین بدن رو بیان می‌کنیم، حسای متفاوتی رو اتود می‌زنیم که به نقشمون نزدیک‌تر بشیم. با هم بریم تمرینای تئاتر رو ببینیم. برو خدا جریمه‌اش کنید، ازش پول بگیرید. حتما همین کارو میکنم. جریمه‌اش کنید، یادداشت کنید که جریمه بشه. بله. اصلا 2 برابر. 3 برابر. بله. تو رو خدا کمک میکنی میگیری؟ حتما این پول تو حساب شما خیالت راحت. این شهر داره لعنت. این حساب چیه؟ جان حساب تو جیباتونه. پول تو جیباتونه. مرسی. اصلا دیالوگا که این نیستش اصلا. آره اینو الان بداهه زجر. بداهه یعنی بدون اینکه اصلا برنامه‌ریزی وجود داشته باشه، در لحظه اکت یا دیالوگ برقرار میشه. شما خوب در اومد، چون اون گفت 2 برابر، من یعنی گفتم 2 برابر، ایشون گفت 3 برابر، بعد شما گفتی 4 برابر. یعنی داره بهشون حال میده که خرشون کنه بره دیگه، اصلا همچین قدرتی نداره که. بذارید بیان تو. بگو دارم واسه کنید. صحبت کنید. چرا ایشون کنه؟ راهمون بریم. چه خبر شده می‌شونید؟ راهمون بریم. ما حرف داریم. ما باشون صحبت کنیم. شما زنان خدا رحم کنید به من. شما زنان کی هست؟ خب وایسید دونه دونه خودتون به معرفی کنید. شما نه یکی نشد. دوباره شما پتروبا زن چالنجر. پتروبا شما ایوانا زن درجه دار. تو رو خدا کمکمون کنید. خب دونه دونه درخواستتون رو بگید، اما دونه دونه. اول شما نگو، شما بگو. نه شما نگو، شما. خواهش میکنم رحم کنید. چه پاتون میفتم بخشش کنید. من شهردار شکایت دارم. خواهش میکنم کمکم کنید. مگه چی کارت کرده؟ الهی اگه زن و بچه داره زن و بچهش، اگه خاله داره خالش، اگه عمو داره عموش، اگه مادر داره مادرش. خیلی خوب خانم. خوش نمیدونم. الان من چی کار براتون؟ خواهش میکنم کمکم کنید. کمکت میکنم. اون شوهر پیر منو فرستاده سربازی. این اصلا خلاف قانونه. اون زن داره، نباید بره. باشه خواهش میکنم دستم به دامن. نه تو رو خدا رحم کنید. خواهش. کمکم کنید. کی کمکت؟ من چه کمکی بکنم؟ دیروز توی بازار چند تا زن دعوا را انداختن. پلیس رسید. شهردار سزای اول من رو رسوند. جوری که 2-3 روز نمیتونستم بشینم. خب من الان یه کاری میکنم. الان چی کمکت میکنه؟ من اون کار برای شما میتونم انجام بدم. هر چی بخواید. الان کاری که شده. ولی پول خیلی به درد میخوره. به درد همه میخوره. من میخوای جریمه‌اش کنم؟ آره جریمه‌اش با پول ازش. یادداشت کن. ننویس تو رو خدا. چقدر شلاقه زده؟ به من بگو. هر یه دونه. خیلی 2-3 روز نمیتونستم. 2-3 روز. ببین الان تمرکز نداری؟ دستون به کمرش اومد. وایسا. آها حالا برو. 2 3 4 رسید. 1 2 1 2. نه ببین 1 2 1 2 منظورم که در جا بزن. 1 2 3 4 رو که میشمارم. میکنی حرفتو بزن. شلاقم زد. قرار شد شلاقم زده رو بگی کامل بعد بلند شی. شلاقم زده.
برای چی این کارو کرده؟ تو بازار چند تا زن یهود اوج نگیر. بابا که صدا دارم ببین اینا چی میخوان؟ من شلاق کردی؟ چی شده دوستان عزیز؟ ما بریم تو کار داریم رم صحبت کنیم همین بچه‌ها 2 تا دیالوگ تو رو خدا بزنیم میگن تو کار داریم واقعیه چی شده دوستان عزیز؟ خدا بذاری بیاین تو خواهش میکنم راشون بدین الحضرت تو رو خدا رم کنی شما زنا دیگه کی هستی؟ خدا این شما در جزا نه دونه دونه خودتون رو برکن اول صدا بالاتر جدت انگشتتو ببند. خب حالا میخوای بری اول دخترا میرن پسرا بری عقب دخترا بازشین زمان دارید از لحاظ موسیقی شما برو دیگه شما دختر آخه داشتید صحبت بفهمید شروع میکنیم از نزدیکترین یعنی شما بعد شما بریم 3 2 1 برو حالا پسرا بریم برو بچه لازم نیست با چرخ برینا لازم نیست با چرخ بریم سر جاتون ساده برین یعنی میتونیم همینجوری وقتی دخترم میرم ما فیکس فقط نزدیک جاتون باشه اگه میان عقب نزدیک جاتون باشه که پر باشه شما بین هر دختر و پسر بریم بین هر دختر یه پسر بین هر 2 دختر یه پسر باشه شما یعنی اون پشت خالیه الان بچه‌ها پشت نیوشا خالیه آها دایره دیگه پشت بابا الان درست شد پشت نادیا و نیوشا هم خالیه امروز یه ذره شما نه عقب آها محمد یه ذره واسه بینشون باشه حالا بریم زبدر باز بچه ها وقتی زود تمرین کنید دوستتون رو خراب میکنید با شمارش بگیرید جفت زبدر با کدوم پا بریم؟ چپ بریم زبدر باز زبدر باز زبدر باز زبدر باز خب فکر کنم 4 تا میرفتیم الان تعدادش رو موزیک بهتون میگم بعد همه ما هم دستتون میاد بالا آها بریم 1 2 3 4 1 2 3 4 1 نه پات باز نشه باهاش حالا برو 1 2 1 2 3 2 2 2 3 پا باز برو بیرون در بیرون بله با چرخ خارج برای شما دوتا اینم از بچهای ما. مرسی که تا آخر ویدیو دیدید. حتما نظراتتون راجع به تئاتر بگید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم آن کنید. کلی ویدیوی جدید خفن در راهه. خدافظ.